دارن حقشو میخورن، اعتراضم نکنه. شما در هر ورزشی که برید آقا میندازن وسط، من آبی اعتراض داره، قرمز اعتراض داره، باید یک VAR، یک ویدیو چک، یک چیزی می آوردن که اگر ورزشکار اعتراض داره بهش اعتراض بکنه. آقا چرا نباید تو تشکیلات مثل المپیا این باشه؟ اینا قشنگ در میارن آقا ببینن چه اتفاقی افتاده. خب اینا دنبال عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت دوستان عزیزم. مرسی که همچنان با من همراه هستین. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال بادی ایران دوستان خوش اومدین. مثل همیشه سامانم اینجا هم که کانال بادی ایرانه و قراره که توی این ویدیو، یعنی یه ویدیو حسابی جنجالی، راجبش صحبت بکنیم. ویدیویی که هادی چوپان یه جورایی اعتراض کرده به تشکیلات مثل المپیا و حسابی سر و صدا هم به پا کرده در رسانه‌های خارجی. و مثل همیشه ممنون که ما رو حمایت میکنید. همینطور عزیزانی که به تازگی به جمع ما اضافه شدن، خوشحالم که ما رو حمایت میکنید و ممنون که اگر که همچنان ما رو سابسکرایب کنید تا بتونیم خیلی سریع بیایم بالا. خیلی زیاد از این ور کشش ندم. من بچه‌ها حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سعی میکنم خیلی خلاصه و مفیدم جمعش بکنیم. میخوایم از این ویدیوهایی که هادی چوپان آپلود کرده در پیج خودش صحبتی بکنیم که چه اتفاقی رخ داده، چرا هادی هیچی نگفت و الان بعد از این مدت اومد این صحبت‌ها رو کرد. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان عزیز، من قبل از هر چیزی بهتون بگم که اول اینکه هادی خیلی کار قشنگی کرد، صبر کرد تا همه چیز بخوابه، سکوت مطلق بگیره همه جا رو و اون موقع بیاد صحبت بکنه. یه کار قشنگی که هادی کرد من میگم که همین بود. و اومد چیکار کرد الان؟ اومد 3-4 تا ویدیوی خیلی خیلی خوب از پکیج آمادگی خودش قبل از مثل المپیا، یعنی این ویدیوهایی که به تازگی به اشتراک گذاشته برای قبل از مثل المپیاست و پکیج فوق العاده آماده ای رو که شما دیگه الان دارید میبینید دیگه. آقا 4 سر فوق العاده آماده، موربی ها رو شما نگاه بکنید، فیبر سینه، سرشونه های گرد و بیلدینگی خیلی قشنگی که دارید، همه بدن یک دست منظم. شما نمیتونی، یعنی خیلی سخته بخوای از این بدن بخوای شما یه دونه ایراد بگیری. من نمیگم ایراد نداره، ولی واقعا به شخصه میگم هرچی نگاه میکنم نمیتونم یه ایراد خیلی زیادی از هادی چوپان بگیرم. حالا شما در هر ورزشی که برید آقا بالاخره همون به اصطلاح میگن یه دونه ویدیو چک دارن، VAR دارن. شما فوتبال بری VAR دارن، میری در میاری نگاه میکنی. شما توی کشتی بری باز به همین صورت. هر ورزشی شما بری یه دونه VAR دارن، ویدیو چک دارن. والیبال هم همینطور، میرن قشنگ در میارن آقا ببینن چه اتفاقی افتاده، اگر اشتباه بوده اصلاح کنن. درسته؟ ولی ما توی ورزش پرورش اندام اینو نداریم. خب وقتی اینو نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ میشه سلیقه‌ای. چیزی که توی حتی ورزش ایران هم همینه. ما در ایران در مسابقات پرورش اندام توی ایران هم همین موضوع رو داریم، یعنی داوران میشن سلیقه‌ای. حالا باز توی ایران خیلی وضعیت وخیم‌تره ولی اونجا باز بهتره، اما باز هم ایرادهای خودشو داره. داوران سلیقه‌ای رأی میدن. همتون هم میدونین که دیگه این ورزش بیزینسه. خب ما هادی چوپان سال 2022 قهرمان شد. سال 2022 قهرمان شد. همتون هم دیدید از سال 2019 دوستان تا به الان هیچ بدنی به کاندیشنینگ هادی چوپان رو نداشته. یعنی میتونم به جرئت بگم کاندیشنینگ دهه 90 رو زنده کرد. تا از یه جایی که دیگه رسید به بیگرامی و اینا کلا دیگه رفته بود به سمت سایز بیخود و تا اینکه هادی چوپان اومد و قشنگ اون چیزی که باید مثل المپیا میداشت رو برگردون. چیزی که در دهه 90 همه شما میدیدین چقدر بدنها کاندیشنینگ فوق العاده ای داشتن، هادی چوپان اومد اینو زنده کرد. سال 2023 هادی اومد مسابقه بده، اومد مسابقهش رو داد و اومدن گیرای الکی دادن به هادی چوپان که آقا شما 4 سرت مشکل داره. من همزمان تصاویر رو برای شما دوستان دارم پخش میکنم، شما ببینید 4 سر هادی چوپان چه مشکلی داشت. اومدن گیر دادن به عضلات پشت هادی. شاید اگر
تنها فیگوری که ما بخوایم بگیم درگ لارنسفورد در سال 2023 خوب بود همین عضلات پشتش بود. چی داشت دیگه؟ درگ لارنسفورد چی داشت؟ اومدن گیر دادن به کمر پهن هادی، گفتن آقا هادی کمرش پهن شده. واقعا این پهنی کمر هادی کجا بوده؟ ببین دوستان، ما طبق معیار داریم صحبت میکنیم، معیار تشکیلات مستر المپیا. کاندیشنینگ رو شما باید داشته باشی. هادی سال 2023 وقتی اهدای جوایز شد، مدالش رو به نشونه اعتراض در آوردن. همه اومدن گفتن آقا هادی چوپان چرا مدالش رو در آورده؟ چرا هادی چوپان مدالش رو در آورد؟ به خاطر اینکه ناراضی بود از نتیجه. حق هادی چوپان این نبود. هادی چوپان هم سایز به اندازه رعایت کرد، هم کاندیشنینگ رو، اما بهش ندادن. اومدن شما برید در بیارید سالهای گذشته قهرمانی مثل فلکس میلر اومد مدالش رو به نشونه اعتراض در مقابل رونی کولمن در آورد. یعنی من اعتراض دارم به این نتیجه. چرا باید گیر بدم به هادی چوپان که آقا شما رفتی مدالت رو در آورد؟ خب این تا اینجا به کنار. درگ لارنسفورد قهرمان کردن. از نمای روبرو که همه دیگه حالا میگفتن، کارشناسای خارجی حتی خودشون میگفتن که آقا درگ لارنسفورد اگر از نمای جلو بخوایم نگاش بکنیم باید 4م 5م مستر المپیا میشد. از نمای پشت ما قبول داریم آقا شما پشت قهرمان تشکیلات مستر المپیاست و یه دونه پشت که کلا یه دونه 2 تا فیگوره که لتس پشت رو اصلا هادی چوپان برد، مساوی بود حداقل، ولی جفازو از پشت رو درگ لارنسفورد ما میگیم برد. چی داشت دیگه؟ هادی قهرمان 2023 بود اما ندادن بهش، اعتراض کرد و رفت. سال 2024 فرا رسید. مسابقه هادی چوپان رو سال 2024 همه تون دیدین دوستان، 99% مردم دیدن دیگه، بالاخره ندیدن کلیپاشو دیدن. اومدن گفتن که آقا هادی چوپان شما، اولی که شب کنفرانس مطبوعاتی کلی سوالات سیاسی کردن، شب فینال اومدن ارتش نیروی هوایی رو آوردن صحبت کرد. اصلا ما تو کل تشکیلات مستر المپیا در این سالیان سال ما همچین چیزی رو نمیدیدیم. ما اولین بار بود همچین چیزی رو میدیدیم که اینجوری بیان یک قهرمان رو بخوان سیاسی کنن، سوالات سیاسی بپرسن، جوری که خودشون اومده بودن گفته بودن آقا ما اصلا وارد سیاست نمیشیم، ولی این اتفاق نیفتاد. شب کنفرانس مطبوعاتی اون بلا رو سر هادی چوپان آوردن که من این نکته رو به شما بگم، شاید اینو جایی نشنیده باشین. حتی قبل از اینکه هادی بره روی استیج و شب کنفرانس مطبوعاتی رو دارم میگم، حتی درخواست های از هادی چوپان شده که شما اینو بگو، این کار رو انجام بده. هادی مونده بود اصلا چرا من باید همچین حرفایی رو بزنم یا همچین کارهایی رو بکنم، چرا همچین درخواستی رو باید از هادی بکنم. این صحبت ها جایی درز نشد. من خیلی راجبش دیگه صحبت نمی کنم. مسابقه فرا رسید. آقای جیمانیون اومد صحبت کرد و نظرات خودش رو در رابطه با مقایسه هایی که بین سامسون داوودا، حالا درگ لارنسفورد که کلا سوم شد، این که برای خودش خیلی عجیب بود، گریه هم حتی کرد. سامسون داوودا قهرمان مستر المپیا شد سال 2023. قبل از اینکه حالا اینو من شروع بکنم دوستان، هادی رفت آرنولد کلاسیک 2024 قهرمان شد. رفت آرنولد کلاسیک قهرمان شد، هم در انگلیس هم در اوهایو. حتی آقای آرنولد هم اومد چقدر از هادی چوپان تعریف کرد، صحبت کرد، از کاندیشنینگ هادی صحبت کرد که چقدر زیبا بود، سلفی گرفت باش، فوق‌العاده ترکوند. اصلا استیج آرنولد کلاسیک و هادی ترکوند. اومد در مستر المپیای 2024 اومدن گفتن آقا هادی چوپان که ما ویدیوهاشو گذاشتیم، هم در یوتیوب هم در اینستاگرام گذاشتیم. حالا یکی از دوستان اومده بود در زیر ویدیو قبلی ما نوشته بود اینستاگرام، من اینو اشاره بکنم بهش، آقا اینستاگرام. دیگه من خیلی روان دارم صحبت میکنم. ما ویدیوهاشو کار کردیم، گفت که آقای سامسون داوودا خیلی کاندیشنینگش رو بهتر کرده، کمر باریک آورده، نمیدونم
توی عضلات پشت خیلی پیشرفت کرده. هادی چوپان، آقای هادی چوپان شما کمرت پهنه. آقا کمر پهن هادی چوپان کجاست؟ آقای هادی چوپان شما از نمای جلو مثل سالیان گذشتت نبودی. شما سایزت ریزش کرده. شما سایز سال 2023 رو نداری. آقای هادی چوپان شما چهار سرت مشکل داره. چهار سر پاهات مشکل داره. همینطور در فیگور قفسه سینه، در فیگور لت از روبرو که بعد از اینکه حتی مسابقه تموم شد هادی چوپان اومد و تبریک گفت به آقای سامسون داوودا، به خانمش تبریک گفت. کار قشنگی که کرد، دمش هم گرم. ولی لحظه آخر همه چی تموم شد، داشتن میرفتن، هادی چوپان رو وقتی خواست بره، آقای جک بود رئیس تشکیلات مس المپیا اومد سمت هادی چوپان. هادی اهمیت نداد. ببین خیلی از دوستان گفتن که آقا هادی نباید اعتراض میکرد. اتفاقا بهترین کاری که هادی چوپان کرد همین اعتراض کردنش در تشکیلات مس المپیا و همین ویدیوهایی که به تازگی به اشتراک گذاشته. آقا حقیقت رو باید بگی. شما چرا منو قانع نمی کنید؟ بعد از اینکه مس المپیا تموم شد اومد مصاحبه رو انجام داد. گفت ما از کجا بدونیم که شما دنبال گندگی هستین؟ اگه میدونستم شما قرار گندگی رو میخواین، خب این همه چرا من باید این همه فشار به خودم بیارم؟ سایز اضافه کردن که برای من کاری نداره. هیچ کس اندازه هادی چوپان به سختی هادی چوپان تمرین نمیکنه. ولی هادی چوپان همه چیز رو رعایت کرد. معیار مس المپیا رو رعایت کرد. به اندازه کافی سایزش رو داشت. به اندازه کافی کاندیشنینگش رو اصلا که دیگه نمیشه ازش صحبت کرد. هادی چوپان چه مشکلی داشت؟ چرا نباید اعتراض بکنه؟ چرا در هر ورزشی اعتراض هست؟ چرا در مس المپیا نباشه؟ چرا هادی چوپان نباید اعتراض کنه؟ اینو برای دوستان عزیزی که گفتن که هادی نباید اعتراض میکرده. آقا چرا نباید اعتراض کنه؟ حقشو خوردن، 2 سال دارن حقشو میخورن. اعتراض هم نکنه؟ تمام رسانه‌های خارجی مات و مبهوت موندن از این ویدیوهایی که هادی چوپان به اشتراک گذاشته. هادی چوپان رو مجددا برای دومین بار قربانی کردن و حقشو بهش ندادن که الان اومده اینجا هادی صحبت کرده و اومد گفت که توی کپشنش نوشته بود که من مثل الماسم و همچون الماس تراشیدم. یه صحبت خیلی قشنگی کرد که انصافاً به شخص لذت بردم. حالا بهتر بخوام بگم من سفت و سخت تر از یک الماس هستم، تراشیده تر از یک الماس هستم و مسیرم رو مثل یک الماس میشکافم و باز میکنم. به فارسی هم نوشته که حقیقت هایی که قاضی آنها را انکار کرد. خیلی از قهرمانان جهان هم حتی اومدن براش کامنت گذاشتن براش که هادی چوپان رو حقش رو واقعا دوستان عزیز خوردن و برای دومین بار نذاشتن به حقش برسه. خب این تا اینجا دوستان در رابطه با همین اعتراضی که داشتم صحبتشو میکردم باید خدمتتون عرض کنم که اگر این ورزش بیزینس نبود باید یک VAR، یک ویدیو چک، یک چیزی می آوردن که اگر ورزشکار اعتراض داره بهش اعتراض بکنه که آقا من ببینید شما توی کشتی توی کاراته یکی اعتراض داره آقا میندازم وسط، من آبی اعتراض داره، قرمز اعتراض داره. آقا چرا نباید توی تشکیلات مس المپیا این باشه؟ خب اینا دنبال پولن. از یه طرف هم که سیاست قاطی شده دیگه. اینجا شد که اومدن حق هادی چوپان رو توی این مدت این 2 سال خوردن و میخوام مورد بعدی که ازش براتون صحبت کنم دوستان از سامسون داوودا هست که حالا هادی چوپان که آرنولد کلاسیک نیست، دریک لارسورد هم که 50-50 است، معلوم نیست بخواد شرکت بکنه در آرنولد کلاسیک یا نه. بهروز تابانی هم که
انگلیس رو کلا لغو شد. میگم گفتن که آقا یه جورایی بالا بعضی دوستان گفتن که هادی چوپان چون در آرنولد کلاسیک شرکت نمیکنه جذابیت نداره، آرنولد کلاسیک انگلستان رو لغو کرده. میتونه یکی از دلایلش این باشه. حالا نمیتونم قطع یقین بگم دلیل اصلیش چی بوده. اوهایو میمونه که باید ببینیم که پاناتا میتونه برای بهروز تابانی ویزا بگیره یا نه. امیدواریم که این اتفاق بیفته و بهروز رو توی آرنولد کلاسیک اوهایو داشته باشه. اما در رابطه با سامسون داوودا که گفته میخوام شرکت بکنم، آقای بابسیچلو که گزارشگر تشکیلات مثل المپیا هم هست، البته توی آرنولد کلاسیک هم میاد گزارشگری میکنه، اومده یه صحبتی رو کرده و گفته که این دوستان به این نکته خوب توجه بکنید. شاید به ظاهر آقای بابسیچلو و تشکیلات که اونجا هم توی مثل المپیا هم این یه گزارشگره، میاد اینجا و در آرنولد کلاسیک هم میاد مصاحبه گزارشگری میکنه، انگار که یه جورایی پشت پرده تشکیلات مثل المپیا و آرنولد کلاسیک با هم دیگه مشکل دارن. یعنی شما اگر انگار که مثل این میمونه، شما اگر رفتی آرنولد کلاسیک شرکت کردی انگار که توی مثل المپیا قهرمانت نمیکنن، اون جایگاهی که حقت باشه رو نمیدن. یه جورایی میشه گفت همین اتفاق هم برای هادی چوپان افتاده، در آرنولد کلاسیک قهرمان شده، اومده در مثل المپیا قهرمان نشده. یکی از اون دلایلی که باید بهش اشاره بکنیم. الان سامسون داوودا گفته میخوام در آرنولد کلاسیک شرکت بکنم، حالا به خاطر جوایزش باشه یا هر چیز، گفته میخوام بعد از اینکه در مثل المپیا قهرمان شدم بیام و در آرنولد کلاسیک هم قهرمان بشم و بتونم مثل رونی کولمن بشم. آقا شما نصف بازی رونی کولمن هم نمیشی برادر من. خودت داری با ما برات احترام قائل هستیم آقای سامسون داوودا، شما بدن خوبه نمیگیم بدی، ولی بابا رونی کولمن یه چیز دیگه بود، یکم هوا برش داشت. آقای بابسیچلو اومده گفته که بزرگترین اشتباه رو سامسون داوودا کرده. چرا؟ چون نباید در آرنولد کلاسیک شرکت میکرد، مثل مارتین فیتزواتر باید رفتار میکرد که مارتین فیتزواتر گفته من در آرنولد کلاسیک یعنی نفر شماره 4 مثل المپیا گفته من شرکت نمیکنم، میخوام استراحت بکنم، به یه بدن پکیج خوبی برای مثل المپیا بسازم. این قشنگ نشون میده که آقا انگار شما داری با آرنولد کلاسیک اصلا انگار مشکل داری. ولی سامسون داوودا گفته میخوام شرکت بکنم. یعنی شما در نظر بگیرید بیاد شرکت بکنه، ممکنه سال بعد اگر یکی از این دلایل واقعی باشه، این باشه، قهرمانش دیگه نکنن. این هم یه نکته دیگه بود که آقای بابسیچلو اشاره کرده به سامسون داوودا که آقا شما اشتباه بزرگی کردی. هادی چوپان هم که گفته شرکت نمیکنه، مستقیم مثل المپیا. ببین دوستان، هادی تو حقشو نگیره ول نمیکنه. هادی بی جهت نیست که بهش میگن آقا گرگ، تا حقشو نگیره ول نمیکنه. و خدمتتون عرض شود که ما تقریبا 11 و 12 اسفند مسابقات آرنولد کلاسیک اوهایو رو داریم. حتما دوستان با ما همراه باشید، ما رو دنبال بکنید، هم در اینستاگرام هم در یوتیوب. این دوتا موضوعی بود که من گفتم ازش بهتون صحبت بکنم در رابطه با ویدیوهای خیلی خفنی که هادی چوپان به اشتراک گذاشت. بی‌نظیر بود این پکیج های هادی چوپان، آدم نگاه میکنه لذت میبره. به شخصه از این چند تا ویدیویی که هادی چوپان به اشتراک گذاشت لذت بردم و کار هادی چوپان آسان‌تر شده دوستان. سایز گرفتن برای هادی چوپان سخت نیست. هادی چوپان شما باید سایز رو در کنار کاندیشنینگ حفظ بکنی. سایز خالی به درد نمیخوره. چیزی که معیار مثل المپیا بود، کاندیشنینگ هادی فوق‌العاده بود، در کنارش سایز خودش رو داشت، چیزی که اونا گفتن هادی نداره. سال 2025 هادی خیلی آماده تر میاد چون کارش آسان تر شده، خودش از خداشه که کمتر فشار بیاره به خودش و انشاءالله که هم بهروز تابانی هم هادی چوپان رو در مثل المپیا 2025 روی استیج ببینیم. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون که تا آخر این ویدیو هم با ما همراه بودین. دوستان عزیز، ما رو دوستان سابسکرایب کنید، لایک بکنید و همینطور زنگوله رو هم فعال بکنید که جزو اولین کسایی باشید که ویدیوهای ما برای شما عزیزان به اشتراک گذاشته میشه. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. همچنان سامانم، اینجا هم که کانال بادی ایرانه و بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. میریم تا ویدیوهای بعدی. خدا یار و نگهدارتون.